ابو سعید ابوالخیر را گفتند فلانی قادر است پرواز کند. گفت این که مهم نیست، مگس هم پرواز میکند. گفتند فلانی را چی میگویی که روی آب راه میرود؟ گفت اهمیتی ندارد، تکه چوب نیز همین کار را میکند. گفتند پس از نظر شما شاهکار چیست؟ ابو سعید ابوالخیر گفتند این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبانی نزنی، دروغ نگویی، سوء استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی، این شاهکار است. همیشه پیروز و موفق بمانید همراهان عزیز. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.